دوره چهارم در واقع اوج ماجراست، ماجراهای پرتنش نفسگیر که در واقع اینجاست که همونطور که دوستان فرمودن استودیو هرژه تأسیس میشه و خب کتاب‌های ارزشمندی رو مثل این دوتا کتاب داریم که اطلاعات علمی بسیار بسیار ارزشمند رو تو جای جای کتاب هرژه در واقع تعریف میکنه برای خواننده. یعنی میدونید جای جای این دوتا کتاب درسه با اینکه 15 سال قبل از اینه که انسان بره به کره ماه، ولی جای جایش راجع به جاذبه صحبت میکنه، راجع به شرایط ما بعد جو صحبت میکنه و تمام اینها رو توش در واقع میگه. توش حالا من بعداً در اسلاید بعدی یک صحنه‌ای رو نشون میدم و براتون میگم. و ببینید میرسیم به ماجرای تورنسول و این دوتا که یکی از پرتنش‌ترین و پرماجراترین داستان‌های تنتن. یعنی میخوام بگم تا اینجا اگر خواننده اینطور دنبال کرده باشه یه مقدار بدعادت میشه، به خاطر اینکه تنتن رو تا این حد درگیر ماجرای قوی، غنی و داستانی که کلاً استخوان‌بندی‌های درستی همشون دارن. یعنی یک ذره شما سوچی روی نکته‌ای از پلات این داستانا نمیتونید بگید. خب اون میشه گفت در واقع یکی از حالا تو هر کدوم این ماجرای تورنسول شاید در واقع یکی از شاهکاراش باز گفته میشه تو این دوران، مخصوصا به خاطر هم یک جور داستان از نظر ژان، حالا درسته که اشاره میکنه به جنگ سرد از نظر سیاسی هم داره، ولی بیشتر در واقع بیشتر این دو تا، یعنی در واقع اون انبار زغال سنگ و ماجرای تورنسول بیشتر میتونیم دیتکتیو استوری در نظرشون بگیریم. تو ژانر دیتکتیو استوری و اسپای استوری در واقع خیلی قشنگ اینا دقیقاً تنتن یه جور دیتکتیوه، تو هر دفتشون یه دیتکتیوه و در واقع داره یک مشکل کارآگاهی رو حل میکنه تو دو جفت این تا و خیلی داستان‌های قوی در اینجا قرار میگیره. منتها بعد از این که در واقع میاد در حالا اینجا رو من توضیح بدم. ببینید تو این عکس‌ها همینطور که دوستان فرمودن پرتاب عمودی موشک و نشستن که الان پروژه اسپیس ایکس ایلان ماسک داره این کارو میکنه و هی شکست میخوره. من تو کامنت ها دیدم که آقا برو یه دور دیگه کتابای تنتن رو بخون. هی بهشون برو یه دور دیگه تنتن رو بخون. بازم اشتباه کردی تو هر کدوم از این کارا که این رو انجام میده. ببینید اینکه در واقع طرح لباس‌های فضایی که اون موقع در واقع بوده که باید کاملا سیل و آکبند می بوده و تو به این قسمتی که در واقع توی هدف کره ما می‌بینیم که هرژه به ما یک زنگ تفریح میده از ماجرا. یعنی شما اون زمانی که تورنسول میگه من بازی در میارم و بعد کاپیتان رو برمی‌داره سوار جیپ میکنه اینا رو میبره موشکش نشون بده، از اون موقع تا اون زمانی که حالا خودش میفته و پایین توضیحات بسیار بسیار علمی دقیقی رو در مورد موشک و فضای انگار یه زنگ تفریح به ما میده و فقط میخواد که توضیحات علمی به ما بده. و این قضیه توی چیز هم تکرار میشه، توی روی محققان گذاشتن تکرار میشه در تکمیل ببینم اون چیز دیگه. ببینید مثلا مثل این، ببینید توی این قضیه شما کاملا میبینید که هرژه داره نشون میده که چطور تو خلا یکی پرتاب میشه و در جاذبه یک جرم فضایی میتونه اونو به سمت خودش جذب بکنه. خب این خیلی مهمه، این نکات علمی که خب اون موقع من شاید چهارم دبستان بودم یا شاید سوم دبستان بودم بهتر بگم، ولی این کتاب برای اولین بار خوندم از یونیورسال و تازه یاد گرفتم که تو فضا چه اتفاقی میفته. یه جرم میتونه یه همچین کاری رو انجام بده. و ببینید این صحنه به بازم میگم هرژه زمانی که وقت میذاره و ناوبری رو تو فضا کاملا برای بچه تعریف میکنه. تو هیچ کدوم از کتابای مارول و در واقع دیگه شما همچین صحنه‌های این درس قشنگ که چطور یه موشک تو فضا میتونه تو، مثلا همینه به ایلان ماسک میگم آقا برو یه دور دیگه کتابو بخون. در واقع این در واقع درسی که چطور موشک تو فضا میچرخه. هرژه وقت گذاشته فریم به فریم اینها رو درست کرده. با توجه به این نکته‌ای که در واقع اینجا بدم، من راجع به اون خطایی که تو مجله هست من یه توضیح بدم. ببینید معمولا تو سفینه‌های فضایی اینطوری هستش که در قسمت زباله مستقیما به فضا باز نمیشه، میره توی قسمت دپو که اون قسمت دپو خلا نیست، فقط یه قسمتی که زباله ها رو میندازن اون تو، زباله که ریختن اون تو درشو میبندن، بعد دکمه رو میزنن در از اون طرفش باز میشه و زباله ها تو فضا پرتاب میشه. اون تیکه رو حالا در واقع میگم من توجیه اینطوریش میکنم که اون تیکه‌ای که کاپیتان رو میرزه بیرون و میلو رو میندازه در واقع میلو رو انداخته به تو قسمت دپو زباله، نه تو فضا. بنابراین اون قسمت درشی که وا میکنه اون تو هنوز هوا هست، بنابراین فشار هوایی سفینه چیزی بعضی که در قسمت بسته میشه در فضایی اون طرفش باز میشه، در واقع اول هواش تخلیه میشه اونور باز میشه، بعد زباله ها دپو میشه. این میخوام بگم اگرم به خاطر چون هرژه میدونست تو اسلاید قبلیش این صحنه رو نقاشی کرده بوده، پس نمیتونسته اونجا اشتباه کرده باشه. این در واقع میتونه اون قسمت دپوی زباله سفینه باشه که میندازه اونجا که بعد دیگه به خاطر حجم زیاد داستان تصمیم گرفته که اون تیکه رو اصلا برداره.